میدیم چی نمیدی؟ از کدام منبع استفاده میبرید؟ همین کتابایی که دینی هم چیز کتابی که دینی اسلام همین کتابی استفاده میبریم آخی فرق نداره مؤلف چیزی هست نیست همون رو استفاده میبریم با فرزند تعلیم دینی را خونه با نصیحت میکنن مثلا در بیرون ها یا رفیق برداران نصیحت میکنن در همین جا میبینیم. عادتا از کدام منبع استفاده میبرند؟ از همیشه خودشون استفاده میفهمونن مرا. تعلیم دینی به همه در کور بودن در کور. شما از کدام کتاب ها استفاده میبرید؟ کتابی که حرف کریلی نوشتگی کنن ما. کدام منبع ها مثلا مؤلفان؟ اکور ما روز دیگه بخار مطالعه نمیکنم. بله میتیم. از کدام منبع ها استفاده میبرید؟ میگیم خیلی برای روز رفت یک کس دیدی حرمت کن. از کدام کتاب های دینی استفاده میبرید؟ اکو دینی یکم بار استفاده نبود. خودتون گرفته تعلیم دینی؟ خیلی من خودم همین نماز میخونم. ببینید که هر یک پدر و مادر اگر در چارچوبه اسلام فرزندان را تربیت کند همون قانون‌های اسلام را درست به فرزندان تعلیم دهد امروز ببینید که به هر یک گروه ها شامل شده ایستادن از نافهمی مثال از نادانی با این منبع ها استفاده میبرید؟ من بیشتر از سرچشمه های تاریخی استفاده میبرم از آثار بای گرانبهای نیاگان استفاده میبرم. نه برای چی؟ نمیدونم. در وقتی کودکی میدادن اپاجان وقتی سینی سال خوردی دا از کدام منبع ها استفاده میکردن؟ از منبع علمی مثال از سرنشین از اول بخوندیم مثال تو اول قاعده بغدادی هم خیلی میخوندیم واز یکی مثال چهارم کورس شدیم درس دیگه از ایران نمیخونیم ما شغل با این خدا که اول تعلیم علمی همه دینی میتونن که بود در آینده در امر راست تربیت بودن که یکم خطایی در حیات با نظر مونده. از کدام کتاب ها شما استفاده میبرید؟ ما کتاب قرآن استفاده میبریم چیزی تصویر قرآن استفاده میبریم میخونیم مثلا البخاری میخونیم. خودتون مثلا تعلیم دینی در کجا گرفتید؟ ما تعلیم دینی را بگیم چه بعد یمی برای حکمه سویتی همین مولوی پیشتر مولوی که محله بودن مولوی محلی ولی کمتای دین باشید و اتر شدیم کامش ما وقتی کمتون برای خونه یکتیم و حالی داریم کار داریم